سلام به بروبکس دوست داشتنی، من پوریا SMP هستم. امیدوارم حالتون عالی باشه. بچه امروز من با یه ویدیوی جدید و اولین استریممون توی این کانال. بچه این بازی ترسناکه و مثل اینکه ایرانیه و هرچی بازی تخمیه واسه ایرانه، ولی خیلی تعریفش کرد و گفت این بازی خیلی خوبه. یکی از دوستانم اینو بهم گفت و امروز قرار این بازی رو ما انجام بدیم. امیدوارم خوشتون بیاد. بچه ها لایک کنید، ساب کنید، کامنت بذارید تا حمایت بشیم و ویدیوی بیشتری بذاریم. هر تقریبا ما هفته چند بار ویدیو میذاریم تو کانالمون. و اینکه بچه ها ببخشید الان صدام گرفته، ببخشید که پشت سرمون بک‌گراند خوبی نداریم. درست میشه اینا تا چند ویدیوی آینده. من الان صبح بیدار شدم و یه ذره قیافم ببخشید دیگه تخمیه و غیر از این در وصفش نمیشه گفت. امیدوارم خوشتون بیاد از این ویدیویی که قراره بسازیم. لیتس گو بریم. خب بچه ها اومدیم مثل بازی میگه فرق از انباره. خب میزنیم شروع بازی ایرانی مثل دو تا بخش داره، معمولی و کابوس که کابوسش اینجوریه که بذار بخونیم. با انتخاب حالت کابوس جلوی دشمنان ما بیشتر و جون ما آسیب پذیرتر میشه. برای باز کردن حالت کابوس باید یک بار بازی رو اتمام برسونیم. خب بچه ببینید ما باید معمولیش رو به پایان برسونیم تا بتونیم کابوس رو ادامه بدیم. بریم بچه. فقط چون ترسناکه من کلا سر هر چیزی که بهترانه فوش میدم. ببخشید اگه چیزی میتونید ولوم صداتون رو یه ذره کم کنید. این دست من هم اینید اینجاست شستم، چون دوربین اینجاست برای ذره بد میشه. ببخشید من سعی میکنم دستمو بیارم پایین. خب یه نقشه اینجاست مثل این که برمیداریم. ای بابا. خب میریم از این طرف، میریم اتاق 12، میریم داخل. بخش صدام گرفته. خب بچه مستقیم میریم اتاق 15. بچه من اینجا رو استوب میکنم یه لحظه، ببخشید بچه ها، شرمنده ببخشید. من ویدیو رو قطع کردم، یعنی استوبش کردم، قطع که نکردم. یه مشکل پیش خب این چه طرز اومدنه مثلا؟ خیلی مثلا ترسناک بود. اتاق 15 نیاز به کلید داره فکر کنم، نیاز به کارت. خب بریم ببینیم. خب بذار ببینم. خب که وارد شدیم دیگه. کس و شعر بود توش. اتاق 22 هم نیاز به کارت داره. اتاق 17 هیچی داخلش نیست. فکر کنم باید مثلا یه شاتگان یا چیزی بده دستمون که این موجودات که میان بزنیمشون. این هم نیاز به کارت داره متاسف. خب میریم جلو فعلا. خب بچه باش من خب کارت رو داد 15 رو ما داد، خیلی هم عالی. خب ما میریم خب اتاق 15 بچه از 52 که نه، از 3 هم ما وارد نشدیم. از اتاق چند وارد شدیم؟ مگه دارم میکنن اینجوری داری صدا میدی؟ از اتاق فکر کنم 22 وارد شدیم نه؟ ببین یکی بیاد پشت سر من میزنم ننشو میگم. از این وارد اتاق 17
22. فهمیدم بچه ها، میریم تو اتاق 12 که باز کردیم اتاق 15 بود. این که یکه. بچه ها ببینید، فهمیدم باید چجوریه. ما باید هر جوری شده از این در عبور کنیم و از این در خارج شیم. این نقشه رو اینجا میبینید، این درایی که قرمزه مثل 15 22 43 باید اینا رو باز کنیم تا راه پیدا کنیم به اتاق 1 و از اتاق 1 یعنی درب ورودی دیگه خارج شیم از این انبار لعنتی. 12 اینجوری شد. ولوم صدا رو زیاد کنیم. بچه این میزنه میکشتمون. باز شو مانت بهت. چرا اینجوری بود؟ چرا تیر تفنگه. برو کنم پرتخونه در شد. من چی کار به این خورد بچه ها دیر جون میدیم. ولی اینقدر هم که فکر میکردم بازیش بد نیست. ببینید نه خوبه نه بده، ولی واقعا برعکس همه باید که رفتیم این دفعه با سرعت بیشتر و تندتر. این که میدونیم خراب کلا چون نداره کلا از هر دری وارد شدن داری 25 میلیون وارد. آره همین بریم جلو تا برسیم یه راه روش فکر کنم در شماره 1. بودو بچه ها اینقدر هم که فکر نمیم رسم رسول نیست. بچه ها باید خیلی سرعتی بریم. بچه ها کنون باید بکنم برخواه دست باید سری باشیم. دهنش باز کرده انگار میخواد شیر بذاره تو دهنش.
گلدی بده آره خودشه دمت گرم بده فقط باید الان خارج شیم اینجا اصلا از اینجا بریم لطفا زود بود چرا این بازی چیز نداره که خون بیروه بکنم از این در خارج شیم امیدوارم بچه اسلحه ایول بلنده بچه 19 تا تیر بود من خیلی عکس همون بالا باشیم ای بابا چجوری میرفتیم در به 15 این در خارج تو بایدی بچه این صدا گوشیتون رو کم کنید دیگه این تنها رو دیدم ساعت اینجا بودیم ببخشید واقعا خب بریم دسته بودیم توش نه بریم باز دیگه خودشه 22 مستقیم بریم چی گفتم هفت تا دیگه تیر بیشتر نداریم بچه مستقیم میرفتیم از اتاق 18 فکر کنم آره از اینجا تیر باش 27 تا تیر داریم عالیه ما بعد یک کارم اینجا بود که اول تیر رو برم این کارخانه شکسته 24 خب یه کارت پیدا کنم اتاق 22 میدونم اول بذارم اینجا تهش چیه به کجا ختم میشه هیچی نداره و سی هم فکر کنم ترسناک نیستن یهو میان جلو آدم میترسه صدا پا نمیادم برای من نه از این طرف
بازی که با مثلا بعضی چیزا رو به یادم بسپاریم. حالا مثلا بدونم اتاق 22 کجه که اینجا بود. آره چون اینجا باریکه حاجی. اینجا باز کبیره که ایول بچه ها گتیر بچه ها کارتخانه کارت 72 پیش 72 پشما یعنی همه اینا رو شصاف بد شصاف هیچی توش نیست. هفتاده دوراهیه همجاش دیدیم بچه. آره خودش همون داری که باید کبیر بود. اینا با آره کارتی در چهل من شاید میگه کجا بود این همجورا وقت تیر میگیرم دیگه زنبون ها دست کبیره بعدی این ویدیو چیه بچه نمیشه این ویدیو پارت ساخت چون که اگه من از این بازی برم بیرون دوباره همه چیز از اول میاد متاسفانه بخاطر میذارم این ویدیو طولانی میکنه اتاق 12 چهل فکر کنم تو 28 بود فکر کنم اینجاست که وقتی از بگیم حل ولی اندازه خر نکن وارد در 15 شدیم
از در 17 وارد میشه. اینجا در 2 این در 28 نه 28 بکنم شما این در 3 این در 52. خب بچه یادمون باشه که در 52 3 کارت میشه باید چیز از در 28 بود. هشت خب بچه باز شد یک فینیشرش بگیرم سی کجا او باید وارد در 12 بشه. بچه اگه میخواین من اینجا ویدیو رو استوب کنم چون ویدیو باید خیلی طولانی باشه. از در 28 خارج بکنیم بریم از در 17 برای 17 اینجا نیست برای 17 و اینجا باشه یا نه بچه هم تا اونجا ویدیو اگه میخواین استوب میکنم. خب بچه من از اینجا بازی شروع کردم چون گفتم ممکنه جایی بچه این بازی یه ذره طولانی شد شاید خیلی طولانی بشه ولی از شما خواهش میکنم من با وقت هم میذارم بسید شما که بازی رو ببینید کیفش رو ببینید لایک و حساب کنید لطفا کامنتی بذارید که من باز کردیم بچه ها چون رو رو نبودیم من رو
نبود. استوب میکنم تا برسیم در 64 ویدیو. خب بچه اومد 3 تا در رو رد میکنیم اینجا. چند تا در بعد بذاریم این در رو که رد کردیم وارد در 30 میشیم. مستقیم میریم مستقیم که رفتیم میخوای بیا
64 چقدر سخت. خب بچه مدل 64 رو همینجوری داریم پیداش میکنیم. چند بار ویدیو رو استوب کردم و بچه امیدوارم از این پارت ویدیو خوشتون بیاد. پارت بعدی رو میذارم براتون و این برای 64 و کم کم بازی رو تمومش میکنیم. بچه اگر خواستین نظر بدین و بگین که مرحله کابوس هم بازی کنیم یا نه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار. البته پارت بعدی این ویدیو. فعلا